دین یهودیت یکی از قدیمی‌ترین دین‌های یگانه پرستی جهان است. یهودیت از یک طرف به دلیل پیروان کم و از طرفی دیگر به دلیل مخفیکاری پیروان این دین در میان مردم جهان همه‌گیر و شناخته شده نیست. طبق آخرین آمار تخمین زده می شود که 15 میلیون یهودی بر روی کره زمین زندگی می کنند که تقریباً 9000 نفر از آنها ساکن ایران هستند. بیایید امروز در این ویدیو سفری خیالی به یکی از محله‌های دینداران افراطی یهودی در اسرائیل داشته باشیم و با آداب و رسوم عجیب فرقه اسرارآمیز حریدی آشنا شویم که رمز و رازهای بسیاری را در خود جای داده است. قبل از ورود به خانه یک یهودی مطمئناً وسیله‌ای را چسبیده به ستون سمت راست در ورودی خواهید دید. این جعبه کوچک که مزوزا نامیده می شود شامل توماری از جنس پوست حیوان حلال گوشت است که فرازهایی از تورات و همچنین نام اعظم خداوند با مرکبی مخصوص بر روی آن نوشته شده است. هر یهودی مؤمنی در هنگام ورود و خروج از خانه‌اش با انگشتانش مزوزا را لمس و سپس می‌بوسد. اگر از صاحب خانه بپرسید که چگونه به این خانه نقل مکان کرده، مطمئناً یک جواب ثابت را خواهید شنید. یهودیان قبل از اسباب کشی به خانه جدید آن را با آبی مقدس و طبق سنت‌های یهودی کاملاً شستشو و تطهیر می‌کنند و این عمل برای پاک کردن خانه از گناهان و اعمال اشتباه صاحبان قبلیان انجام می‌گیرد. زمانی که وقت خوردن غذا رسید، مشاهده خواهید کرد که به مانند اسلام در یهودیت نیز ممنوعیت‌هایی برای غذا وجود دارد. در سفره یهودیان نمی‌توانید گوشت خوک و حیواناتی که سم ندارند و یا نشخوار کننده نیستند را ببینید. همچنین از غذاهای دریایی نیز خوردن خرچنگ، صدف و میگو اکیداً ممنوع است. به غذاهای مجاز برای یهودیان غذای کشر گفته می شود. دقیقاً به مانند گواهی حلال در کشورهای اسلامی، در یهودیت نیز سندی به نام گواهی کشر وجود دارد. نکته عجیب و جالب دیگر، اگر در سفره گوشت گوسفند یا گاو وجود داشته باشد، دیگر حق خوردن مثلا ماست که از شیر همان حیوان تهیه می شود را ندارید، چون مصرف محصولات لبنی و گوشتی در کنار یکدیگر اکیداً ممنوع است. خب این صدایی را که شنیدید دقیقاً چیست؟ در سفرمان به دنیای اسرارآمیز یهودیان مطمئناً دعایی شبیه به اذان مسلمانان را در شهر خواهید شنید. به این دعای دعوت به عبادت یهودیان که هر روز با بالا رفتن از یک بلندی خوانده می شود، بارچو گفته می شود. اگر به عبادت فردی یهودی توجه کنید، متوجه خواهید شد که حرکات آنها در حین عبادت شباهت‌های بسیاری با نماز مسلمانان دارد. در این بین برخورد پای خوک به خاک بیت المقدس و اطراف آن که سرزمین‌های مقدس محسوب می‌شود اکیداً ممنوع است. اما با وجود این چندین مزرعه پرورش خوک در بیت المقدس وجود دارد. نکته عجیب و جالب دقیقاً اینجاست که پای این خوک‌ها هرگز به خاک آنجا برخورد نمی‌کند. اما چگونه؟ چون تمام سالن‌های مزارع با ارتفاع از زمین ساخته شدند و پس از پرورش و ذبح گوشت این حیوانات به اروپا و آمریکا صادر می شود. به اعتقاد یهودیان ایدئال ترین روز برای آمیزش جنسی زوج که برای تقویت عشق و وفاداری خانواده بسیار ضروری است، مقدس ترین روز هفته یعنی شبات که شنبه شب می باشد است. به همین دلیل اگر شنبه شب به خانه یک یهودی دیندار رفتید، ممکن است شما را قبول نکند یا از شما بخواهد تا خانه را ترک کنید. یهودیان مذهبی مجرد نیز در این روز که تعطیل رسمی محسوب می شود، از انجام کارهای مرتبط با شغل خود دست کشیده و تماما آن را به استراحت و عبادت می گذرانند. یهودیان در آن روز به غیر از موارد شدیداً ضروری سوار اتومبیل نمی شوند، هرگز به پول دست نمی زنند و تمام روز خود را به عبادت و نماز سپری می کنند. اگر در خیابانها قدم بزنید، جوانان زیادی را خواهید دید که لباسهای نظامی بر تن دارند.
هر فرد بالای 18 سال در اسرائیل قبل از شروع دانشگاه مجبور به گذراندن دوره اجباری سربازی است. زنان 2 سال و مردان پس از گذراندن 3 سال دوره خدمت سربازی حق تحصیل در دانشگاه را به دست می‌آورند. فرقه حریدی یا یهودیان فوق ارتدوکس را میتوان افراطی ترین نقطه یهودیت دانست، در حالی که حتی زنان در اسرائیل مجبور به گذراندن خدمت سربازی هستند. حریدی ها در زیر نام وقف زندگی خود برای دین و تورات از انجام آن معاف هستند و همچنین به دلیل اینکه ممکن است انجام دادن یک شغل باعث اختلال در عبادات آنها شود، در هیچ شغلی هم کار نمی کنند و کل روز خود را به عبادت و خواندن تورات می‌گذرانند و از این رو تمام هزینه‌های زندگیشان توسط دولت تأمین می شود. زندگی که رویاها، عقل و آزادی در آن محدود شده، از صبح تا شب، حتی از لحظه تولد تا روز مرگ مجبور به خواندن تورات و عبادت هستند. این زندگی دقیقاً اینگونه سپری می شود. آنها تقریباً هیچ آموزشی در زمینه‌های علم و فناوری ندارند. آنها تماماً فاقد دانش و مهارت‌هایی هستند که می توان آنها را در زندگی شغلی امروز مورد استفاده قرار داد و معتبر دانست. از نظر پوشش، مردان حریدی نوعی کت و شلوار سیاه رنگ پوشیده و کلاهی لبه‌دار بر سر می‌گذارند، چون عبادت مردان یهودی با سر برهنه جایز نیست. آنها در هنگام عبادت از کلاهی شبیه به عرقچین مسلمانان به نام کیپا استفاده می‌کنند، چون در تورات گفته شده که نباید موهای اطراف سر و خط ریش کوتاه شود. حریدی‌ها مدل مویی به نام پیوت را در اطراف سر خود رها می‌کنند. از طرفی دیگر زنان آنها چادرهای سیاه و بلند پوشیده و تماماً خود را می‌پوشانند و تقریباً تا پایان زمان قدرت باروری خود موظف به بچه‌دار شدن هستند. در پسران قسمت بالایی سرشان از همان سنین کودکی تراشیده و در اطراف سر پیوت گذاشته می‌شود و با پوشاندن لباس مخصوص در مدارس دینی حریدی ثبت نام می‌شوند. اکثر کودکان اسرائیلی از همان سنین کودکی طبق برنامه درسی رسمی کشور در معرض ایدئولوژی‌های بسیار رادیکال قرار گرفته و در محیطی تقریباً از نظر روانشناسی ناسالم پرورش می‌یابند. מה אתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? פשוט זעם. זעם? חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים. כולם חרדים? לא כולם. כל הערבים ימותו. וחלק מהם יהיו עבדים. در حالی که تصور می شود یهودیان افراطی ارتدوکس تماما ضد اسلام و مسلمانان هستند، در واقع آنها بر این باورند که هر کس که از دین آنها نیست حق زندگی کردن را ندارد. עקירת יישובים לא מרתיע שלום. אנחנו לא רוצים לגדל פה גורים, אנחנו מלמדים אותם גיאוגרפיה כבר מגיל צעיר. איטלקים, חברו לנאצים בשואה. צרפתים, משטר וישי. טורקים, טבחו בארמנים. תגובה לא מלאה, וגם בכורדים. נורבגיה. הרגו את כל הסלמונים. و این نگرش تماما از متن تورات است. در تورات چنین آمده: در آن روز خداوند با ابراهیم عهدی بست و این گونه فرمود: سرزمین‌های وسیع مصر تا رود فرات را به نسل و نواده های تو اعطا خواهم کرد. شما فرزندان خدا هستید. قوم تو مقدس است و خداوند قوم تو را به عنوان یک قوم مقدس برای خود انتخاب کرده و تمام اقوام دیگری که خدا آنها را تسلیم تو کرده نابود خواهی کرد. به آنها رحم نکن. در عین حال حریدی ها منتقدان درجه یک سیاست های دولت اسرائیل نیز هستند و مقامات دولتی را به بیدینی متهم می کنند. تلویزیون و اینترنت در زندگی آنها جایی ندارد. برخی شرکت‌های تکنولوژی چینی برای استفاده حریدی‌ها تلفن‌های همراه مخصوصی با تکنولوژی‌های شدیداً محدود ساخته و به بازار اسرائیل عرضه کردند. זה בהחלט ההפך מהחינוך שאנחנו מחפשים לתת לילדים. מחשב זה פתח לכל העולמות וכולם יודעים מה זה היום האינטרנט או המחשב עצמו. طبق برخی ادعاها بعضی زنان حریدی به دلیل خواست همسرشان حتی در خانه و حتی در حین خواب
مجبور به استفاده از چادر هستند. זה המטבח המפואר שלי. פה יושבים ואוכלים זוג הורים ו9 ילדים. זה חדר הורים. זה חדר בנות, סגור. ויושבים פה 3 בנים. אבל יש חלום חדש לצלם אותם משום מה. היא לא יודעת מה זה מצלמה ולא תסכים בשום אופן. אני שמח שהיא ככה, אני לא רוצה לשנות אותה. یکی از مهمترین روزهای یهودیان یوم کیپور نام دارد و به روز توبه معروف است. یهودیان در یوم کیپور که تنها گناهان در قبال خداوند قابل بخشش است 25 ساعت روزه گرفته و تمام روز را به عبادت می‌گذرانند. یهودیان در این روز گناهان خود را به یک مرغ منتقل کرده و در پایان روز آنها را قربانی می‌کنند و اعتقاد بر این که با انجام این عمل گناهانشان پاک می‌شود بسیار رایج است. یهودیان بر این باور هستند که در هنگام زایمان کشیدن دایره‌ای با زغال در کف اتاق به دور مادر باردار و آویزان کردن دعا و سنگ و زیورالات طلسم شده بر گردن مادر و قسمت‌های مختلف اتاق باعث دفع ارواح خبیث و شیطانی در طالع کودک تازه متولد شده می شود. در عین حال در یهودیت زمانی که نوزاد پسر 8 روزه شد اولین مراسم سنتی آنها یعنی ختنه کردن انجام می شود. همچنین در این مراسم یک قطره شراب نیز در دهان کودک می ریزند. علاوه بر این اگر یک یهودی خبر مرگی را بشنود در همان لحظه قسمتی از لباس خود را پاره کرده و به زمین می اندازد که این قسمت معمولاً یکی از دکمه های لباس است و هنگامی که عزاداران از تشییع جنازه به خانه برگشتند به مدت 1 هفته به حمام نمی روند و مردان نیز سر و ریش خود را اصلاح نمی کنند. همچنین یهودیان معتقدند که نسلشان به 12 پسر حضرت یعقوب می رسد. این مطلب در قرآن و در سوره آل عمران نیز آمده است. به دلیل اینکه نسل یهود توسط زنان منتقل می شود از این رو ازدواج مردان با زنی غیر یهودی ممنوع است. یهودیانی که این ممنوعیت را رعایت نکنند از جامعه طرد و از نسل یهود خارج می شوند. اگر دختر و پسر یهودی قصد ازدواج داشته باشند در طول 1 هفته قبل از عروسی یکدیگر را نمی بینند و رسمی وجود دارد که عروس و داماد روز قبل از عروسی را روزه بگیرد. نکته قابل ذکر دیگر در مورد عروسی این است که ازدواج رسمی در اسرائیل وجود ندارد. تنها شکل ازدواج عقد مذهبی است. طبق قوانین یهود اگرچه حداقل سن ازدواج برای پسران 13 سال و برای دختران 12 سال مشخص شده اما معمولاً فرزندان خانواده‌های مذهبی نیز تا سن 18 سالگی ازدواج نمی کنند. ازدواج به منزله ورود به اجتماع خداست و هدف اولیه آن تکثیر و گسترش نسل یهود است. در تلمود مجرد بودن یک فرد به دلیل آنکه منجر به کاهش تعداد ارواح پرستش کننده خداوند می شود و چون این امر به عنوان مداخله در کار خالق بهشت به حساب می آید نفی شده و با خوشرویی با آن برخورد نمی شود. همچنین به دلیل اینکه در اعتقادات حریدی هدر دادن اسپرم با قتل و جنایت مساوی است این عمل اکیداً ممنوع است. طبق آمار رسمی از آغاز قرن 20 تا به امروز تقریباً 300,000 نفر در اسرائیل به دلیل اینکه یهودی نبوده یا نتوانستند تا یهودی بودن خود را ثابت کنند موفق به ازدواج نشدند. و نکته آخر، اگر در هواپیما در کنار یک یهودی افراطی نشسته باشید مطمئنا شاهد این خواهید بود که او تمام طول مسیر را به دعا خواندن می‌گذراند، چون در اعتقادات آنها عبور از روی قبرستان‌ها ممنوع است و به دلیل اینکه چون تصور می‌کنند در طول پرواز از روی قبرستان‌ها می‌گذرند طلب بخشش می‌کنند. در سالهای اخیر مسافرت هوایی یک حریدی اسرائیلی در داخل کیسه پلاستیکی برای محافظت از خود در زمان عبور بر فراز قبرستان‌ها توجه تمام جهانیان را به خود جلب کرد. از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید از شما بسیار متشکریم و امیدواریم که از دیدن اون نهایت لذت رو برده باشید. پس در آخر باز هم مثل همیشه تا دیدار بعدیمون خیلی ممنون که هستید.